بسم الله الرحمن الرحیم. خندش میگیره. این چیایی که اینا امروز تو جامعه معرفی کردن به عنوان ارزش و ضد ارزش، یه مافیای پشت یه صحنه هست، یه چیزایی رو داره هر روز به ما تحمیل میکنه، یه سبکایی از زندگی، یه مدلایی از آرایش، یه مدلایی از بینی و ابرو و فلان و فلان. ما شدیم برده فکری و ذهنی اینا، افتادیم دنبال اینا، پولمون، فکرمون، همه زندگیمون رو درگیر همینا کردیم. کسایی که درگیر حروف قرآنن و از حدود قرآن غافل، اون کسایی که فقط فکر میکنن حق قرآن تو همین خلاصه میشه که ما الفاظ قرآن رو بگیریم خوب تو سینه هامون محکم حفظ کنیم و اونا رو تو سینه هامون خوب جا کنیم، بعد دیگه تمام ما حقمون رو نسبت به قرآن ادا کردیم. نه، این خودش یه آفته، این خودش به نوعی یه آسیبه. قرآن میخواد از ما یه فردی بسازه با یه سابقه خدایی، از ما از یه انسانی بسازه با یه سری صفات، با یه سری کمالات، الگوها برای ما معرفی میکنه، الگوهای قرآنی مثبت، الگوهای قرآنی غلط، برای مؤمنین، برای مفلحین، برای راسخین صفات بیان میکنه. وقتی قرآن رو ورق میزنید نگاه کن اینا چقدر توت هست. از اون طرف دیگه الله تعالی برای خاسرین، برای ظالمین، الله تعالی یه سری صفات بیان میکنه، عاقبت اینا رو بیان میکنه. یه خورده خودتو بگیر محاسبه نفس کن، یقتو بگیر اینا توت نیست. این قرآن برای این آمده که از تو یه انسان کامل بسازه، تو رو متخلق به اخلاق کنه، متصف به یه صفات کنه، از تو یک انسان کامل بسازه. نه که صرفاً فقط و فقط. درسته خود حفظ قرآن خودش فضیلت، حالا مولانا آینده میگه یه صندوقچه از این که کاملا خالی باشه همون بهتر که توش پر باشه از یه سری چیزهای گران قیمت. اگر که خود این صندوقچه از اون گوهرهای درونش چی نصیبش نمیشه دیگه، فقط داخلشه. خب ولی باز خوبه، من بچه‌م خودش فضیلته، اما به این قانع شدن کمه. اگه قرار تنها ما خودمونو مشغول کنیم با همین، در حقیقت با یه قشری نگری، با یه سطحی نگری، فقط خودمونو مشغول کنیم با الفاظ و با حروف قرآن فقط، و اون موقع از اون حقیقت و نور قرآن و اون صفات قرآنی که خدا میخواد تو ما نباشه، خب بالفرض هم اومدیم ما یه بخش زیادی از قرآن حفظ کردیم، اون موقع فرق ما و یه هارد کامپیوتر چیه؟ یه هارد کامپیوتر توش کل قرآن هم حفظ کرده، از اول تا آخر هیچ جاشون غلط نیست، به سبکای قرائت‌های مختلف، زیبا قشنگ. و فرق این با اون چیه پس الان؟ فرق این با یه سخت افزاری که حالا یا تو موبایل یا تو کامپیوتر همه این قرآن رو توش جا کردن و همه حروف توش جا شده، همه اون در حقیقت کلمات قرآن توش جا شده، ولی هیچ کسی نمیاد بگه آقا چون این هارد کامپیوتر اینا توش جا گرفته ما با این میتونیم بیت المقدس رو فتح کنیم. بسم الله، اینو جلوی قافله خودمون بذاریم یا اینو ببریم تو قبة الصخره بذاریم، بعد دعا کنیم بگیم خدا به برکت این هارد کامپیوتر که کل قرآن هم توش حفظه، خدا این بیت المقدس رو نجات بده، ما رو هم راهی نصیب بفرما. نمیشه که. چرا؟ چون فقط حروف قرآن توشه، نور قرآن، برکت قرآن، اون صفات قرآنی. ما دیدیم خیلی جا جلسات قرآن به پا کردن سالیان سال، اما هنوز خواهرانی که تو همون جلسات قرآن شرکت میکنن حجابشون درست نشده. ما دیدیم جلسات قرآنی گرفته شده، طرف می‌بینیم ماشاءالله خب خیلی هم تو این زمینه داره تلاش میکنه، قابل قدر هم هست تلاشاش، اما می‌بینی به یه سری گناهانی که واقعا منصوصه، یعنی نص صریح قرآن اومده اون گناه رو صراحتاً قرآن نهی کرده، اون گناه هنوز می‌بینی تو زندگیش کاملا زنده است و اصلا احساس گناه نمی‌کنه. تویی که با قرآن چند سال سرکار داری، این چیه اصلا تو زندگی؟ مگه قرآن برای چی اومده؟ مولانا این دسته افراد رو نکوهش میکنه. حالا با خود مولانا همراه میشیم. در صحابه کم بودی حافظ کسی، گرچه شوقی بود جانشان را بسی. در خیر القرون میگه حافظ در خود زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه حافظان کل قرآن کم بود. طبق روایتی از حضرت انس رضی الله تعالی عنه کل حافظایی که در زمان خود پیامبر وجود داشتن 4 تا بیشتر نبوده. با وجود اینکه قرآن صحابه چقدر قرآن رو دوست داشتن، چقدر با قرآن تعلق ویژه‌ای داشتن و تعلق بسیار ژرفی داشتن. چرا اینطوری بود؟ مولانا میگه زان که چون مغزش در آگند و رسید، پوست هاست شد بس رفیق و واکفید. چرا؟ چون صحابه به یه نوری، به یه حقیقتی از قرآن رسیده بودن که در حقیقت یا آیه قرآن هم میخوندن مو به بدنشون راست میشد، یا آیه قرآن هم میخوندن خودشون رو مکلف میدونستن که آیا این تو خونمون زنده شده، این هست تو ما یا نیست. ما طبق این آیه قرآن الان چطوریم؟ صفمون کدوم وریه؟ ما تو کدوم صفیم؟ یه آیه قرآن هم میتونست یه تحول بسیار بزرگ تو زندگیشون بیاره، زندگیشون رو زیرو رو کنه. چون قرآن رو فقط برای این نمیخواستن که قرآن رو حفظ کنیم و
قرآن رو وسیله شهرت طلبی کنیم، قرآن رو وسیله منفعت طلبی های شخصی خودمون بکنیم، با قرآن جاه طلبی کنیم، با قرآن پست و منصب، قرآن رو وسیله کار کاسبی کنیم، با قرآن بتونیم جلوی دیگران فیض و افاده بریم. ما اینطوریم، ما اینقدر تو قرآن مهارت داریم. ببین برای غرورش نمیخوندن، برای شهرتش نمیخوندن، برای نفسانیتش نمیخوندن، برای کاسبی نمیخوندن، برای یه حرفه و فن نمیخوندن، به عنوان یه حرفه و فن سراغ قرآن رفتن. مثل اینکه یه نفر سراغ نمیدونم فلان کتاب میره تا مهارت توش پیدا کنه، با اون شهرت پیدا کنه، با اون به کار کاسبی برسه، با اون مهارتی که تو اون کتاب پیدا کرده بتونه برای خودش شغلی دست و پا بکنه. خب یکی اینطوری سراغ قرآن میره. به گفته حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید میفرمودن بعضی حافظان قرآن تو محراب که وامیستن اینقدری که نگران پشت سرشونن، نگران جلوشون نیستن. اینقدری که نگرانن که این مقتدیایی که الان پشت سرمون نماز میخونن چه قضاوت میکنن نسبت به صوت ما، نسبت به لحن ما، نسبت به اینکه در حقیقت قرار ما چه نوع برخوردی بکنن. تونستیم دل اینا رو به دست بیاریم، تونستیم تو اینا جا پیدا کنیم. اینقدری که نگران پشت سرشونن، نگران جلوشون نیستن که الان کی واسطیم، با کی داریم نجوا میکنیم، کلام کیو داریم میخوریم. خودش خیلی خطرناکه. برای میگه زان که چون مغزش در آگند و رسید، اینو در حقیقت مولا علتی برام بیت قبل بیان میکنه. چون اونا وقتی به اون روح و به اون حقیقت قرآن دست پیدا کرده بودند و روح و روانشون از اون مایه های معنوی قرآن آکنده شده بود، به مرتبه کمال رسیده بودند، این در حقیقت پوست الفاظ و کلمات اینا نازک و شکننده بود. حالا جلوتر مولا مثال میزنه. قشر جوز و فستق و بادام هم مغز چون آگندشان شد پوست کم. ببینید اون میوه‌هایی که خوب میرسن و مغزشون هرچی بیشتر باشه پوستشون نازکتر میشه، میگن پوست کاغذی. خب یه گردوهایی هستن میگن پوست کاغذیه، این یه چیزی هستن. با همون مقداری از قرآن که حفظ بودن، خب عموما یه ربع قرآن رو اکثر صحابه حفظ بودن، یه چهارم، انقدر به اون روح، انقدر به اون نور، انقدر به اون برکت رسیده بودن، درونشون مالا مال از محبت خدا شده بود و زندگیشون عوض کرده بود که مولانا تشبیه میده مثل همون در حقیقت بادامی یا همون گردویی که از شدت مغز زیاد پوستش نازک شده دیگه. حالا مغز علم افزود کم شد پوستش، زان که عاشق را بسوزد دوستش. همونطوری که وقتی مغز دانش اضافه میشه پوستش نازک میشه و چون معشوق عموما عاشق رو میسوزونه، یعنی از او چیزی نمیذاره، از وجود او، از نفسانیت او، از خودی خود او برای خود او چی نمیذاره دیگه، او رو تو خودش محو میکنه. یعنی پوستم دیگه رفته رفته داره تبدیل به مغز میشه اگه تو ادامه پیدا بکنه، گویا اینطوری جلوه میکنه. وصف مطلوبی چه ضد طالبیست، وحی و برق نور سوزنده نویست. ببینید نبی ما